من گپی گفتگیم رو گفتم. یا همراه من زندگی میکنی یا با پدرت. ما پدر ما چه دل میشه که خونه پیرانسولان میبرم. شکر. زندگی خوشبختانه آرام دیگه میبینیم. بابا مردک آمده برای چی کبابی نسترینی؟ بخیره؟ ای مردک شما دا وقت شما را گفته بودین که پدرم یک سال یک موقعی خودمون نیسته و یک مخونه کم یک مخونه اپم ای 2 سال می شود که پدرت نه خونه اپد می رود نه خونه دادر نه اکد بزاری همی زندگی شدم پدرتون رو یا با خونه پیرانسولان برین یا خونه اکتون برین یا ایپتون ای مردک یا همراه من زندگی میکنی یا همراه پدرت این خیل نمی شود واسه من پدرم رو زنگ میزنم آدم دارن پدرت رو میبری در خونه پیرانسولان میمونی بگذاری همین زندگی شدم قطعی همین پدریت زنک جون آخی ما پدر ما چه دل میشه که خونه پیرانسولان میبرم من گپی گفتگیم رو گفتم یا همراه من زندگی میکنی یا با پدرت عذری زیاد برادرجانا که کمی هم باشد وقتی قیمت شما را میگیرم اگر شما همین نوا را تماشا کرده باشین و همین گونه رولیک های تربیتی با شما پسند باشد فراموش نکنید در کانال پادپیسات میکنیم در نوار یک دونه لایک میمونیم در کامنتاری حتما یک سخنی خوب مینویسیم و انشالله که با عید خوبتر و بهتر رولیک های تربیتی پیشکش میگردانیم واقعی در پناه خدا باشین یا همراه من زندگی میکنی یا با پدرت تمام زنک من میرم اوزی پدر من میبرم خدا با شکر زندگی خوشبختانه آرام دیگه میبینیم پدر جان یک دقیقه ایستید خب بچه جان گوش دارم پدر جان بابایم رو به کجا میبرید چی بچه میکنی بچه باید من دونم بخوایی که بابا تا خبرگیری بری ها نه وقتی که من کلان شدم باید دونم که شما رو به کجا برم خیلی ناز میشوری با هر یک دردی را شفا هسته یوخی اگه دیگه برام یه بیناموسی شد خود زیق کاره میشینی خیلی رفت یه بیناموس بوده یوخی همین یک بوده که تیه من نگاه میکنم این حرکت نگاه میکنه چی قد زیق میشی؟ زیق نشه خواهرم فقط زیقی نگه ساز میشه همش میگذارم بس حالی هم اگه هفته شلو ساز میشه ما چوی شب خرم چند چای من نخیر چای من نخیر تو خودم نمیخیرم میتونی تو خوردن نمیتونی خورم تو تو نقص نشم خورم این همسایه ها ایوزی تو کسال شدی خدا با شکری القات من توی بی خونوما یا بی برینه تو نقص نشم شوی من چخشه دوستان عزیز این حال در کجا قرار داره؟ در رفتی نبار ماشاءالله خوب ما خودم تیارش کم وقتا چه تیار کردی سلام علیکم دوستان عزیز اینم تاری من قربایی اینم تاری کسری اگو اینم چیم تاری کسری باشه برای توبه یافتنش فقط میدون چیکار میکنین چوش هم میخرین نانش هم میخرین خودش به یگون سیستم به یگون دورو اجوش میخیزه نگاهش کن خریده استواز یگانی دوروش دودی ساز نه سیستم گشنه گشنه کرد الان یگون تو